سلام رفقا، حالتون چطوره؟ بچه من اومدم با یه بازی دیگه که فکر کنم دیگه همه تون میدونین چی. دوستان، من تو ویدیو قبلی هم گفتم اسپورت سوار موچوده رو گذاشتم توی کانال تلگرام، هم میتونی از اونجا دانلودش کنی. حالا کار میکنه نرم بچه بازی کلاچ که بهترین بازی های ماشینی هست تو ایران که خیلی هم طرفدار داره. الان دیگه خیلی بچه حالا بازی نمیکنن ولی خیلی طرفدار داشت. زمانی ما خیلی بازی میکردیم بچه. خب الان دیگه مود شدهش اومده و من مود شدهش رو تو کانال تلگرام خودم موجود کردم، میتونی از اونجا بریم برداریم. یکی به جرئت میتونم میگم یکی از بهترین بازی های ایران از نظر ماشینی هست بچه دیگه. ببین دندی دستی داره، گرافیکش خوبه، تنوع ماشینش زیاده، گازش هم که شروع میشه و فقط یه بدی داره، مثلا نمیتونی شخصی سازیش کنی. ولی اسپورت سواری دو رو بچه ها تو ویدیو قبلیم گذاشتم، بریم نگاه کنیم مود شدهشو بریم بریزیم. اون واقعا یه چیزی است. 405 میندازی تو جاده چالوس بچه، جاده چالوس داره میندازی همینجوری، فقط دنده میدی ماشین سوپاپ میزنه بدون شوخی. میتونی بری امتحان کنی. این بازی مال چند سال پیشه. حالا خدا وکیل خیلی هنوز طرفدار داره ولی دیگه مثل اون نمیاد. بچه ها همینجوری که گفتم عضو کانال تلگرامم باشین، همه بازی های مود شده رو اونجا میذارم. کانال منم سابسکرایب کنین که دمتون گرم. عشق من.